سلام دوستان، محمد هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو ویدیو اومدیم یک گیم پلی خفن از باز یورو سیمولاتور 2 با اتوبوس مرسدس بنز که مود جدیدی است واسه یورو تراک نسخه جدید. مود رو دانلود کردم و گفتم بریم یک گیم پلی خفن از این مود. و بعد قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم ممنون میشم چنل منو فالو کنید، ویدیو رو لایک کنید و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب اینم یورو تراک که شما دارید میبینید. اینم ماشین اتوبوس که تازه دانلودش کردم، مرسدس بنز. حجمش 885 مگابایت و حتما آموزش نصبش هم میذارم. و اینم از ماشین رخ کار ببین. و اینم از داخل. و بریم ماشین رو کاستوم کنیم ببینیم چی داره چی نداره. مود احساس میکنم یکم سنگینه، لگ میزنیم. البته زیاد لگ نه. و اینم از اتوبوس. و بله بازی هم رفقا یکم اروپایی شده. مثلا ببین باید از این سمت بریم، از اون سمت خیلی نمیشنم. باید از این سمت بریم. احساس میکنم از داخل بذاریم خیلی لگه، از بیرون یکم خوبه. خب از این سمت باید بریم. اینم یه اتوبوس ولی اون سری اسکانیا هست اگه اشتباه نکنم. مال ما جدید هست، مرسدس بنز. و به و اگه دوست دارید مودهای مثل ماشین، پژو پارس، کلا هر مودی که دوست دارید تو کامنت ها بگید که بریم. خب مسافرها رو الان هم سوار میکنیم و بریم دیگه. خب اینتر رو میزنیم، اینجا میایم قسمت کاستوم، ماشین رو کاستوم میکنیم و یه دوری باش میزنیم ببینیم مود چطوره. خب اینجا قسمت بدنه اگه اشتباه نکنم چی نداره. اینم نمیدونم چی آخری ها میذاریم. قسمت گیر بوکس بهترین رو براش میذارم. نمیدونم آره گیر بوکس اگه اشتباه نکنم. اینجا نه، این گیر بوکس 6 سرعته، اون موتور بود. اینجا میتونید رخش رو عوض کنید از داخل. اتاق تعویض دیگه. قسمت کاستوم، قسمت کاستوم خیلی کاستوم داره رفقا. خب قسمت کاستوم ببینیم اینا چیه. خب میزنیم دیگه لوگو نمیدونم چیه. اینجا یه چیز نمیدونم چیه بساها. خب اینجا فکر کنم درش اگه سفید باشه خیلی خوب میشه. اینجا نمیدونم چیه. یه چیزی مینویسی یا آی موقع رانندگی کنی این آیا بهت کمک میکنن. اینجا اونا سیاه باشن بادر خیلی خوب میشه. اینم اینطوری، اینم اینطوری. اینجا فکر کنم لوگوی مرسدس بنز رو میبینیم، میتونیم عوض کنیم. بله اینجا اگه اشتباه نکنم چراغ‌ها اینطوری خیلی خوب میشه رفقا. اینو اینطوری میزنیم و دیگه اینو اینجا. خب اینو که تمومه. اینو اینطوریه. خب خب فکر کنم مسافرها رو هم بیاریم. یه لحظه. اینطوری باشه بهتره. این سقف چیه؟ خب اینا ببینیم چی داره چی نداره. اینجا مسافرها رو پس هم سوار کنیم و این چیه؟
خب بیام این آخرش انتخاب کنیم. خب میرسیم به اینجا که همین فکر کنم میلکو هست که نوشته است. من گرافیک رو بردم پایین، سیستم نمیکش، نمیدونم چی نوشته. شما اگه فالو کنید حمایت کنید هر چه زودتر دیگه گرافیک عوض کنیم. خب چقدر کاستوم داره ولی من نمیبینم نقطه ها. خب ظاهرش از عقب چقدر خفن شد. خب اینو هم اینجا. خب دیگه تموم شد ماشین. ببینیم اینجا چی داره چی نداره. زیاد ما با داخلش کار نداریم، همین که مهم ظاهری بیرون مردم ببینم. بریم آخر. انقدر لگی که موسم به زور دارم میکشم پایین. خب این کلیک میکنیم. خب اینجا هم $300 نمیدونم چرا. اینو میزنیم ببینیم اینجا چیه. خب دیگه همه چی اوکی شد. مسافره همه حاضر. خب ببینیم اینجا چی داره. اوه چه رنگ خفنی. ولی خب ببینیم اونی که گرونتره چه شکلیه. واو عجب چیز گرم. ببینیم اینجا چی داره. فقط لکه که اینجا چیه ببینیم. خب دیگه اوکی اینو بزنیم و بریم یه گیم پلی خفن با اتوبوس. بریم یه چند تا مثلا از اینجا تا چقدر اینجا. ببینیم چند کیلومتره. نه با این که کمه. مثلا اینجا تا اینجا. خب بریم یه گیم پلی. به به شما رو خکار رو. به به نزدیک بود باش. از این طرف از این طرف. خب به به این یه صدا میشه، یه صدا میده اینطور میگه چش چش. این صدا یعنی ماشین داره دنده عوض میکنه. ماشین های سنگین اینطور یعنی همچنین صدایی دارن. ببینید بابا داخل که لگی مثلی اون بهتره. به به اینم یه اتوبوس ولی شما رو خکار رو ببین. اتوبوس ما رو نگاه، اتوبوس اونا رو. به 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 صدا رو دنده عوض میکنه. صدا رو دیگه شرکت مرسدس بنز رفا صدا رو. به به فکر کنم یا صدای موقعی که میخوای دنده عوض کنی یا صدای این که راننده روی میز میشینه یه همچین صدایی میده روی ماشین های سنگین. من ماشین های سنگین داریم ما تو واقعیت سوار شدم یه همچین صدایی داره. فکر کنم این صدای میزه. به 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 دنده پنجلانیم. آخرین دنده که میتونه بره دنده شیشه که ما الان رعایت میکنیم. دنده پنج میریم. صدا رو انگار عین واقعیته. به 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 خب دنبال
مال دوستمون از این طرف بریم. به ماشین اتوبوس باشد. به اینجا ببینیم سرعت. به ماشین رو نگاه. به با چه سرعتی از دوستمون رد میشیم. جان ماشین فکر کنم کیلومترش رفت رو آخر، سرعت خیلی زیاد شد. به یا حضرت عباس. بذار ماشین هم اینجا تو رو. به همینجا پارک میکنیم و خاموش میکنیم، استراحت میکنیم و خلاصه دمتون گرم. اینم بود از این ویدیو. اگه از این خوش اومد ویدیو لایک کنید، دنبال کنید، سابسکرایب کنید. بس کامنت حتما بگید میخواید ادامه گیم پلی رو تراک با اتوبوس بریم یا نه و بگید با چه مودی بریم. و خلاصه دمتون گرم. خیلی عشق تا اینجا ویدیو هم راه من بودید. تا ویدیو بعد.